إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. آیه 76 از سوره هود. در ما قبل الله داستان قوم لوط علیه السلام بیان کرده بود. برای هلاکت قوم لوط علیه السلام بعد از بسیار خیرخواهی لوط علیه السلام ملائک آمده برای تعذیب از یا الله متعال روان کرده که قوم اهلاک شود. در ضمن بشارت برای ابراهیم علیه السلام است برای اولاد دادن، از امو خاطر بشارت داده شد. اما زمانی که ابراهیم علیه السلام درک کرد که یا ملائک هستند و برای عذاب دادن قوم لوط علیه السلام آمده، شروع کرد به مجادله، یعنی بحث و گفتگو را شروع کرد. قاعده است که مردم گناهکار خصوصا زمانی که فیصله الهی شده باشه برای تعذیب از و باز دیگه ضرورت به مراجعه یا گفتگو نمی باشه، چرا که مانع عذاب شدن از گناهکارا کاری خوب نیست، خصوصا اون مردمایی که مکمل ملوث به همه گناهان بودن. چطور ابراهیم علیه السلام از وا دفاع میکنه؟ قرآن کریم جواب امی موضوع را داد: ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. سه صفت ابراهیم علیه السلام الله متعال در اینجا ذکر کرد. انسان بردبار بود، یعنی همیشه در تاخیر عذاب بسیار مهلت میخواست. دلیلش می بوده که حرص زیاد داشته که در بین قوم شاید کسی زیر مؤمن بگرده. از همون خاطر ابراهیم علیه السلام پافشاریش سری امی گپا بود، یعنی زود نمیخواست امی قوم عذاب شود. دوم صفتشی بود اواه بود، بسیار دردمند و بسیار دلسوز بوده، یعنی همیشه نرم دل بوده، دلش سری قوم میسوخت که یا عذاب ببینه. از همون خاطر تلاشش به این خاطر بود که اگر به این مردم موقع داده شود حالات ناگوار خود. منیبون، همیشه رجوع به سوی الله متعال میکرد. از همون خاطر عالم طرف الله رجوعش بوده که الله سریع قوم یک کمی رحم بکنه. از این حالات ابراهیم علیه السلام برای ما واضح میشه که دعوتگرا همیشه خیرخواهترین مردمان میباشه. هیچگاه منظورشان دل یخ کردن بالای مردمای مخالف خود نیست که مردم مخالفش زود از بین بره یا عذاب سخت سرش بیه که کوفت دلی از یا برای انسان باید در تلاش ازی باشه که یا الله برای سرسختترین دشمن ما الله متعال هدایت نصیب بکو تا که مستحق جنت بگرده. این یکی از جمله درس‌های است که برای دعوتگر مسئله خیلی مهم شمرده میشه. همیشه دعوتگر در تلاش ازی باشه که مردم اصلاح شوه، نه مردم تباه شوه، چرا که کسی که اصلاح قوم میخواه نمیخواه که قبل از اصلاح شدن و بیخی از بین بره تباه شوه. از همون خاطر است که انبیاء علیهم السلام همیشه دلسوزی بالای قوم خود کرده. در اینجا الله متعال به ابراهیم علیه السلام توسط ملائک میگه، چرا که اینجا مخاطب ابراهیم علیه السلام ملائک برش میگه که یا ابراهیم اعرض عن هذا. ابراهیم علیه السلام میگه بحث و گفتگو در سر رسیده، آلی کدام فایده نداره که تو بحث میکنی، چرا؟ انه قد جاء امر ربک، فیصله پروردگار در رسیده. آلی دیگه برای هلاکت از یا از طرف الله امر شده، این بازگشتنی نیست، این فیصله بازگشته نمیتونه. و انهم آتیهم عذاب، برای از یا عذاب آمدنی است غیر مردود، در حالی که بازگردانیده نمیشوه. از او خاطر بحث و گفتگوی تو فایده سرش مرتب نمیشه، به خاطر که فرمان الهی رسیده. به هر ترتیب قاعده است که مثل قوم یونس علیه السلام زمانی که علامات عذاب انسان مشاهده میکنه، هوشمندی برای انسان خیلی ضرور است. انسان در هر حالت باید متفکر باشه، سنجش بکنه عواقب یک کاره، یعنی عاقبت کار خوب در نظر بگیره که چی عاقبت داره. اینطور نکنه که همینطور مست و ملنگ روان باشه، چرا؟ آخرش اینی حالات میایه. اگر قوم لوط علیه السلام از حالات خود، از اخلاقیات خود یک کمی متوجه میشد، درک میکرد که ما در کدام مرض مهلک، او مرضی که سبب هلاکت جامعه میشه، اخلاق از بین میره، حتی امو تقاضاهای انسانیت بیخی ختم میشه، از بین میره، یا فکر نکردن بلکه دونمون نیشی خود مست بودن. الله متعال آیا چرا یارا عذاب میده؟
بدون کدام وجه، یعنی که اینطور وجوهات وجود داره که یا باید زود عذاب داده میشد، اما الله حلیم ذات است، بسیار فرصت برش داده. ما میبینیم امروزم در تاریخ زندگی ما و شما فرعون صفتا یا قوم لوط والا مردمایی که هم صفتی از یاستن خیلی زیاد وجود داره. در لهو و لعب و عیاشی و فحاشی تمام عمر ضایع میکنه، عبادت الله را یک لحظه در نظر نمیگیره. اما یا فکر نکنن که ما البته محبوب الله متعال هستیم، اینمی ناز و نعمت همیشه برای ما دائمی است و ما میمانیم، هیچ نوع تعذیب نمیشیم. در حقیقت این درس است که از داستانهای امتهای سابقه انسان باید درس بگیره که این حالتا باقی نمیمانه. چرا آخر کاسه لبریز میشه، صبر ختم میشه و عذاب الهی دامن امچو نعوذ بالله جنایت ها را میگیره، اینطور باقی نمیمانه. انسان باید فکر بکنه که این عمل ما چقدر درد داره و چقدر ضرر داره. انسان باید فکر بکنه، دهی سعی نکنه که من مست باشم، دهی سعی کنه که چهار اطراف چقدر ضرر بری مردم متوجه شده یا نشده. الله متعال آمدن عذاب خود مرتب به یک جنایت خیلی تاریخی و بزرگی قوم لوط علیه السلام یادآور میشه که چرا عذاب الله میاد. یا ابراهیم علیه السلام اعرض عن هذا، اعراض بکو، رو بگردان، عن هذا، از این بحث کردن در مورد قوم لوط علیه السلام. انه قد جاء، یقینا آمده، امر ربک، فیصله پروردگارت برای هلاکت قوم لوط علیه السلام، یعنی فرمان رب رسیده. و انهم آتیهم، یقینا قوم لوط علیه السلام برش آمده نیست عذاب غیر مردود که رد کرده نمیشه، بازگردانیده نمیشه. ولما جاءت رسولنا، هرگاه که آمد امی ملائکه ما لوطن به لوط علیه السلام، بسیار حالت امو واقعه یا حالتی که به لوط علیه السلام پیش شده و برای قوم پیش شده کلش قرآن برای ما بازگو میکنه. پیغمبران ببینی در کدام حالت از مردم ببینیم. ما و شما بسیار چیستا خوش باشیم به این خاطر که به او اندازه بی حرمتی که به لوط علیه السلام کرده به ما و شما نکرده. هرگاه که آمد قاصدای ما یعنی ملائک لوطن به لوط علیه السلام، سیء بهم، خیلی غمگین شد، وحشت زده شد با آمدن اینمی ملائک لوط علیه السلام، خیلی غمگین شد. و ضاق بهم ذرعا، تنگ شد با آمدن اینمی ملائک، ذرعا دلی کی لوط علیه السلام. اینجا اگرچه یک احتمالی هم داره که هرگاه آمد ملائکه ما، الله میگه به لوط علیه السلام سیء بهم، خیلی غمگین شد به آمدن قومش در مقابل ملائک. و ضاق بهم ذرعا، بل سینه لوط علیه السلام خیلی تنگ آمد، چرا که وا کار نایشته و اراده غلط داشتن. دو ترجمه صحیح است، اما ترجمه اول راجحتر معلوم میشه. و قال هذا یوم عصیب، گفت لوط علیه السلام این سخت روز است، بسیار روز سخت است. زرع اصل میگه شطور وقتی که بار سرش گرنگ بار کنی از اول خیلی پایا را دور میمانه، زمانی که بار سرش سنگین شوه کوتاه پایا مانده میشه. اشاره به این میکنه که لوط علیه السلام مثل که یک کو سرش نشسته باشه امی قسم دلتنگ شده. علتش است مهمان انسان عزت و آبرویش نگاه کردن یک امر فطری است. در فطرت هر انسان همی است که مهمان خدا نوازش بکنه، قدرش بکنه، عزتش بکنه. باز خصوصا کسی که هدایات و تعلیمات آسمانی را فرا گرفته و الله متعال حق مهمان کدام مقرر کرده و خو خیلی زیاد احترام و عزتمندی مهمان در نظر داره. اگر مهمان به عزت میشه چی از جان ناحیه خودش و چی از ناحیه دیگرها، این سخت تمام میشه. از همون خاطر است که هر کس در جای کسی پناه میبره او به کمال مردانگی از او دفاع میکنه. و این موضوع در عربا هم همینطور بوده که کسی در خانهشان پناه میبرد ولو که هر قدر چی میبود از پیش دفاع میکرد. در افغان هم همینطور بود، اما با تاسف افغان تاریخ خود اعلا کردن. امو مردمایی که به خاطر دین در این وطن آمده بودن زنایشان نعوذ بالله دگیر یهود و نصارا دادن، خودشان هم امی مردمای افغان ما که پناه به خانهشان برده بود. لیکن روز قیامت ان شاء الله یا جواب میده به الله متعال. بسیار سخت گپ است، چرا که حالتا سر ما آمد، امتحانات الله متعال می اثر انسان. لوط علیه السلام خیلی دلش قید شده، چرا؟ به خاطر که ملائک بود به شکل جوانای خیلی بچهای خیلی خوشرنگ آمده بودن و قوم یزی هم اونموتور قوم بدفعل نعوذ بالله که کارهای غلط میکرد، از او خاطر بسیار غمگین شده.
و جاءه قومه یهرعون الیه، به مجرد آمدن ملائک قوم دیگه میرسه. آمد قومش یهرعون، یکی به شتاب میدویدن، به جلتی میدویدن. تو بگویی که نعوذ بالله یارا کسی برف کرده، در زیر چی انداخته. اینجا مراد ایست شهوت سر یارا فرا گرفته بود که حالا بدوی. الیه بسوی لوط علیه السلام و من قبل کانو، بله این نتیجه غلط یا این عمل غلط قوم لوط علیه السلام ناشی از کجا بوده؟ این مردم سابق همینطور مردمی ببندوبار، مردمی نعوذ بالله که هیچ نوع عزت و حرمت نداشتن. قدرت الله متعال در کدام کوچه که اینمی قسم مردم پیدا میشه لا بالی در اونجا زندگی بکار نیست. چرا که اولادتون قطع نمازو همرنگ ازو میشه، همونطور لا بالی میه. محیط بسیار تاثیر غلطی داره. این مردم همینطور بودن. و من قبل کانو بودن پیش ازی یعملون السیئات، انواع گناه ها را میکردن. مراد از این گناه ها کارهای زشت، ناپسند، غیر اخلاقی. او اینمی نعوذ بالله لواطتکاری، قطاع طریقی را میگرفتن، میمانان را آزار میدادن، را سری میمانا تنگ میکردن، مردم به سنگ میزدن، اشپلاقا میکردن، نعوذ بالله سگ جنگی و مرغ جنگی و کل ده له و لعب مصروف. الله متعال رحم بکنه. امروز یقین به الله بکنه مردم همینطور است. در روزای جمعه در بعض جاها مردم در سگ جنگی میره، نعوذ بالله در مرغ جنگی میره، در قمار میره. امروز هم محالات است. قرآن این واقعات و داستانا را به این خاطر بیان میکنه که عذاب الله دامن ازوا را گرفته. لیکن این مردم ها میتور نشوه. شما میبینید که در تاریخ در کل دنیا اینمی قسم یک زلزله، یک طوفان همینطور مردم ها را غرق میکنه که حالات خیلی خراب میشه. الله متعال این را برای ما قصه میکنه که مردم به این طور اخلاق مبتلا نشوه. قال یا قومی هؤلاء بناتی، چقدر دفاع از میمان است. لوط علیه السلام نصیحت میکنه، میگه قومی ما هؤلاء بناتی، اینمی دخترای ما است. مفسرین یک تعداد قائل به است که مراد از این دخترای خودش است و قائل به استن که نفرا کم بوده، 2-3-4 نفر دویده بود و ایام 2-3-4 دختر داشته. لوط علیه السلام برش میگه که شما این دخترای خدا به نکاحتان میدم، مقصدتان پوره میشه. چی میکنه که میمانی مرا آزار میده و مرا بی آبرو بی عزت میسازه؟ لیکن درست نیست. چرا که اینجا قوم آمده او قوم زیاد مردم میگه، از این خاطر مردم ها زیاد آمده. دخترای لوط علیه السلام مناسب هم نیست. و مشرک است یا مسلمان است، با مشرک کسی چیره نمیده. اگرچه بعضی جواب داده که پیغمبر علیه السلام همونه به ابوالعاص داده بود ابن الربیع که دامادش بود قبل از اینکه میگه اونجا اسلام چی وحی نامده بود، از او خاطر داده بود. علت است که نه، اینجا مراد از بنات دخترای شخصی خود از این نیست. هر پیغمبر پدری معنوی کل امت می باشه و بچه و دختره از این اولاده پیغمبر شمرده میشه از نگاه معنا. حتی ریش سفیدای کلان هم در قریه که زندگی میکنه چی میگه؟ او دختر، او بچه‌م، او دخترم. هر کس امو دیگرها را که از سنش خورد است برای ازا به دختر و بچه خطاب میکنه. اینجا مراد از لوط علیه السلام نصیحت برای قوم خود است. چی برش میگه؟ یارا در راه درست انسانیت پس برشان چی میکنه؟ مخاطب قرار میده که یا یک کمی جور شوند، بفهمن این گپا نادرست و غلط است. قال یا قومی هؤلاء بناتی، گفته قوم ما اینمی دخترها بناتی، دخترایی که موجود است در قوم شما یا دخترای ما معنوی است، چون ما پدری معنوی استم. هن اطهر لکم، یا خیلی پاکیزه است برای شما، یعنی از هر نوع زشتی یا پاک هستن نکاح کنی و آن چیزی که الله متعال براتان اجازه کرده زمو را پیش روی، شهوتتان پوره میشه. ضرورت به این نیست که نعوذ بالله شما راهای غلط طلب بکنیم. فاتقوا الله، از الله متعال بترسی و الله که مو شما را هر نوع قدرت داره که مو شما را تباه و برباد میکنه. ولا تخزونی، مرا رسوا نسازی فی ضیفی، در مورد میمانای ما. چرا سری میمانای ما آمده؟ الیس منکم رجل رشید، آیا نیست از شما یک شخصی که هوشیار باشه، ای آدمی صالح و مصلح باشه، درک بکنه حقیقتی گپی مرا، سخنی مرا و مانع شوه. قرآن کریم در اینجا به یک نکته اشاره میکنه. بسا اوقات یک آتش فتنه را یک نفر خاموش کرده میتونه، یک نفر بسیار مؤثر تمام میشه. شما در یک مسجد میبینی که مردم از هر طرف غال مغال شروع است، اما یک نفر همونجا یک سخن بگویه مثل که سر آتش آب میریزه.
مثلا در مسجد های یاهوی است که این از کجا پیدا شد، این نفرات دیگه اینجا نمانه در این مسجدی مردم ها را که آمد بزنه. یک نفر میخیزه که مردم شما نفرت یا ضدی و دشمنی با کی داره؟ اگر با این شخص داری این شخص سابق هم می آمد هیچ چیز برش نمیگفته. لیکن شما دشمنی با گفتن ازی که آمین به زور میگه یا رفع الیدین میکنه، شما دشمنی با این داره. ولی دشمنی با این دشمنی با رسول الله صلی الله علیه و آله است. حدیث است. همینطور شده، یک واقعه نیست، با ده ها واقعه همینطور شده که یک نفر امو فتنه که یک دم در حالت چی است شعله ور شدن است، امو فتنه را خاموش کرده توسط دو سخن خود. لوط علیه السلام اینمی قسم تمنا و آرزوی امچو مردم را میکنه. قرآن درس میده تا وقتی که در یک جامعه مردمای صالح و مصلح باشه، مردمای رشید باشه و امر بالمعروف میکنه، کارای غلط سرزنش میکنه، نمیگذاره، و قوم خراب نمیشه و قوم تباه نمیشه. در دیهاتا چرا حیا هر چیز به جای خود باقی مانده؟ علتش است که اونجا همون نفری کلانی که در قوم است زمانی که میبینه بیبندوباری را تنبیه میده، ملامت میکنه، از او خاطر کس جرأت نمیکنه. در شهر هر کس به خود است، یکی با دیگه وابستگی نداره، هر کس که هر کار میکنه. خصوصا دی دموکراسی لعنتی خو بیخی گپ خراب شده، مثل که شعیب علیه السلام هم پشتی سر دموکراسی را طلب میکنه. اینی گپا را خراب میکنه. چرا؟ بیبندوباری ها زیاد میشه. هر بچه جوان که هر کار میکنه، هر دختری که هر کار میکنه، کس برش چیزی گفته نمیتونه. اگر بگی میگه زندگی شخصی است، برو تو از کجا آمدی؟ در خانهت بشی، همین گپا میزه. اما در قریجات طور نیست. قریجات اکثری مردم ها یک نسب و یک خیل میباشه، کلانشان کلان میباشه، نمیگذاره که مردم اونجا بیبندوباری کنه، گپشان گپ میباشه. از همون خاطر از قرآن درس بر ما میده. زمانی که در کدام قوم مردمای رشید موجود نبود، با او قوم زندگی کردن درست نیست، گزاره کردن درست نیست. چرا؟ بیبندوبار میشه و حدود چوکات مراعات نمیکنه. از او خاطر لوط علیه السلام میگه که آیا یک شخصی هم، یک کمی آدمی که هوشیار باشه، درک حقیقت بکنه نیست که لااقل گپی مرا بدانه. معلوم شد که بس اوقات مردمایی که نعوذ بالله وادار ساخته شهوتایشان، نعوذ بالله عیاشیشان، او مردما در این طور موقعی گپی کسی را، نصیحت کسی را نمیشنوه. دنیای غرب که آلی در این شعله عیش پرستی آغشته شده، برای از یاد تقریر، برای از یاد بیان، برای از یاد مفاسدی این کارا را بیان کردن هیچ فایده ای نداره، هیچ نمیشنوه. چرا که او غرق شده در می گپا. هر منطقه و هر قوم که نمی قسم آلوده به نعوذ بالله جنایات شوه، و مردم باز گوش نمیگیره. چی میگه ای بدبختا؟ قالو گفتن لقد علمت ما لنا فی بناتک، تو خوب میدانی ای ما از خوی خاصیتی ما مکمل خبر داری. ما لنا فی بناتک من حق، نیست در مورد دخترها یعنی زنای خود من حق. اینجا حق معنای حاجت است، ما هیچ ضرورت نداریم. نعوذ بالله، ما نعوذ بالله لواطت کننده هستیم. و اینک لتعلم ما نرید، تو میدانی آن چیزی را که ما اراده داریم، مانع ما نشو، ما هیچ دیگه تو را ماندنی نیستیم. تو بچه آمده. قال لو ان لی بکم قوتا، لوط علیه السلام میگه لو ان لی، اگر یقینا می بود برای ما، بکم در مقابل شما، قوتا طاقت قدرت می بود، او آوی الى رکن شدید، یا پناه می بردم به یک قبیله شدید که محکم می بود، که بعد از وقت شما مقابله مبارزه می کردم. لوط علیه السلام از جای دیگه آمده بود، قوم نبود. بس اوقات یک کسی پشتیبانی تا میکنه که هیچ افکار و دعوت و برنامه تو را نمیپذیره، صرف به خاطر قومیداری و چیست خیلی استاد میشه. این گپا بسیار واقعی شده. زمانی که مردم دست سری تو پرته، اونمونجا غیرت ازاد جوش میاد که وای سری بچه ما، بچه کاکای ما، بچه مامای ما مردم خسته، امود تو استاد میشه، پشتیبانی تا میکنه. چرا؟ ولو که از برنامه دفاع نمیکنه، برنامه تا خوش نداره، بلکه تو را ملامت میکنه. لیکن روزش که برسه اینمی قسم استاد میشه. این مسئله قومیت پرستی گپ بالکل قوی است، همیشه است. در اون زمانم لوط علیه السلام میگه که کاش که قوم، منظوری لوط علیه السلام کمال نفرت و کمال دفاع از حقوق میمان خود است. الله متعال درس میده که از یک میمان چقدر دفاع شود. بعضی مفسرین خو میگه که اون دخترای خود به نیکای اما مردم مفسد میداد به خاطر رهایی و خلاصی کی میمانا، که میمانا به عزت نشوه.
تا این اندازه را آماده بود و از اینجا قدر میمان معلوم میشه که میمان چقدر قدر و عزت داره. کدام میمان؟ میمانی که به خاطر رضای الله متعال باشه، هیچ نوع شناخت نداری. ملائکه قیامت لوط علیه السلام نمیشناخت، نه بچهای کاکا، بچهای ماما، نه بچهای خالش بود. صرف مسافرین، مردم اجنبی پناه به خانه لوط علیه السلام آورده بود. از این طور چی باید انسان سخت دفاع بکنه. من خو میگم که امو کسایی که امو مسلمان ها را دگیر دادن، دگیری یهود و نصارا دادن و اونمو در خانه پناه بردنم به خاطر خیشی و کسی نبود، من حیث اسلام در خانه مردم افغانستان پناه برده بودن اما یا جای ندادن. این امو نعوذ بالله لکی ننگین است که در تاریخ ما ثبت شده، خصوصا امو مناطقی که امو مردم برش پناه برده. او مناطق باید لاف نزنه، گویم نگویه که ما افغان هستیم یا مسلمان هستیم. ایلا فقط تعن نزنه. چرا که اینطور جنایت بزرگ کرده که زن مسلمانه که سالا در فکر جهاد بود او را تسلیم یهود و نصارا کرد. این گپا موجود است، این تاریخ ها همینطور باقی میمانه. اگر پاکستان براتون جا نمیداد، او را به خاطر منفعت خود ارقم کی بود خود جا داد، زمینه برای مقابله با روس به ما میسر شد، زده رفتیم. اما زمانی که بخارا آمد در افغانستان چرا جا نداد؟ نه، هیچ کس. سیکو نیروی نمیره میگه، قوت نمیره میگه. کس عجیب است. پناه دادن چی را میگه؟ این مسائل به قرآن کریم داستانه را به می خاطر ذکر میکنه. حالات فعلی ما و شما امچو است. مردم پناه میاره برد، به خاطر دین تو دفاعش میکنی یا نمیکنی؟ هیچ نمیشناسیش، خلاص. تو چی میکنی در مقابلش؟ لوط علیه السلام تا این اندازه را آماده است. در حدیث پیغمبر علیه السلام میگه که یرحم الله لوطا، لوط علیه السلام الله رحم کنه، لقد کان یأوی الی رکن شدید، او پناه به رکن شدید میبرد. در اینجا بعضی میگه که لوط علیه السلام غفلت از الله کرده، نعوذ بالله، توجهش طرف قوم پیدا شده. این گپ غلط است. لوط علیه السلام از الله غفلت نکرده. لوط علیه السلام بنابر اسباب ظاهری که در همچون مواقع به درد انسان میخوره، اونو چیز یادآور شده که کاش که قوم می بود که من تا آخرین لحظه را از این میمانای خود دفاع میکردم. این کمال نفرت لوط علیه السلام از این عمل قوم از قوم است و کمال دفاع از میمانای خود است. قال یا لوط انا رسول ربک، ملائک دیدن که لوط علیه السلام سخت خفه و غمگین است، بیتاب شده، بیخی حواسا باخته، حالات قوم میبینه، این طرف میمانا را میبینه و در کردن که لوط علیه السلام خیلی خسته و خفه است. گفتن یا لوط انا رسول ربک، ما خو قاصدای پروردگار توستیم، لیسیل الیک، هرگز رسیده نمیتونه به سوی تو، برای تو کدام نقصان ضرر رسانده نمیتونه و نه برای ما. فاسری باهلک بقطع من اللیل، ببرش به اهلک، اهل خدا، بقطع من اللیل، در پاره از شب، ولا یلتفت منکم، در پشت سر خود سی نکنه، احدون، هیچ کسی از اهلت، زمانی که از خانه حرکت میکنه از این قریه پس سی نکنه، الا امرأتک، بجز از زنت او جاسوس بوده برای دیگرها، مشرک بوده، از او خاطر الله عذاب میدشه. انه مصیبها، یقینا عذاب رسیدن است به این زن، یقینا شان سخنی است مصیبها میرسه به این زن، ما آن چیزی که اصابه هم برای قومت میرسه، این امرای قوم یک جا میشه. ان موعدهم الصبح، یقینا تاریخ عذاب از صبح است. لوط علیه السلام از دستی که قهر و غضب و غصه سری قوم آمده، دستی بیان میکنه لیس الصبح بقریب، که زود نه یا الله، زود بگیشانه، این بدبختا زود تباه شود. الله برش میگه لیس الصبح بقریب، یا صبح نزدیک نیست، یک شب است. بله. فلما جاء امرنا، هرگاه که فیصله عذاب ما آمد، یا مو وقت عذاب آمد، جعلنا علیها سافلها، گردانیدیم ما بالا زیر آن را، سافلها زبر آن را، سافلها زیر آن، و زیر آن را زبرش، زیر تو بالا کردیم قریه را. و امطرنا علیها حجارتا، ما باریدیم بالایشان سنگار من سجیل، از سنگ و گل، یعنی گلی که پخته شده بود با آتش، مندودین، پی در پی، مسومتا، معلوم شده، نام نهاده شده، عند ربک، به نزد پروردگارت. ای کدام سنگ و گل دنیا نبوده، از جانب الله آمد. و ما هی من الظالمین ببعید، سه ترجمه.
و ما هی من الظالمین، نیست اینمی ترسنگا من الظالمین از امی قوم لوط علیه السلام ببعید دور، بلکه زود برشان رسید. یک ترجمه. و ما هی نیست اینمی قسم سنگباران امی طور عذابای عبرت آور من الظالمین از هر نوع جنایتکارا و گناهگارا ببعید دور. امکان داره که الله متعال اینمی قسم به عذابا مبتلا کنه قومایی که عمل قوم لوط علیه السلام انجام میده دور. سوم ترجمه. و ما هی نیست اینمی قریه لوط علیه السلام که عذاب داده شده من الظالمین از مشرکین مکه ببعید دور، بلکه وقتی تجارت که طرفشان میره در سر رایشان قرار داره، بحر میت طوری افتاده. انسان باید از همچون مقاماتی که عذاب آمده درس بگیره، عبرت بگیره، نکنه اینطور کارهای غلط و نادرست نکنه. در اینجا در این داستان چقدر گپا بر ما واضح میشه. بله قوم لوط علیه السلام کاری را انجام میده که خلاف فطرت انسانی است. اولین قوم است که می کار کرده رایسته. این کار فساد اجتماعی را به بار آورده. دنیای کفر، دنیای پیشرفته امروزی ما اینمی کارا را نه تنها که بد ناروا خو نمیگه، بلکه هیچ قابل تنفرم نیست، در ملأ عام انجام میده. این گپ اینطور است. اینی نتیجه دموکراسی است. پارلمان انگلستان یک سال به کمال جوازی لواطت داد، نکاح با بچه را روا کرد. اینی نتیجه دموکراسی است. همین لعنتی دموکراسی لعنتی را که مردم امروز وقتی در زبان میاره زبانشان پر از آب میشه. امی قوم بدبخت غرب ده اینمی آلودگی ها، ده اینمی نجاست ها آلوده است و الله متعال مبتلا به امراض کرده که حال جلوگیری و علاج امی امراض کرده نمیتونه. چیزی را که الله متعال حرام کرده باشه و حرام است. برای علاوه این فساد اجتماعی است. قطع نسل میشه، زنا همونطور باقی میمانه. این گپا کلش از بین میره، از حد از بین میره. فساد به وجود میاد. چرا فساد؟ یک مرضی خیلی بزرگ است. نعوذ بالله. کدام مردی که همین قسم عمل سرش انجام داده میشه او زن میگرده و دیگه احساسی مردی را نداره. و کدام مردی که بین همین قسم حالتا مبتلا باشه الله رحم بکنه. هر جامعه که همینطور بی بند و بار و فساد دور فرا گرفته این گپادایش خیلی زیاد پیدا میشه.